برای درک پیدایش انسان امروزی لازم است این فکر را که ژن تنها بنیان باور ما درباره تکامل باشد از سر خود به در کنیم. من یک داروینی پروپا قرص هستم، اما معتقدم این نظریه بزرگتر از آن است که فقط محدود به قالب باریک ژن باشد. ژن فقط برای قیاس در نظریه من آمده است، نه برای چیزی بیش از آن. خب، بالاخره ژن‌ها چه ویژگی خاصی دارند؟ پاسخ این است که همتاسازند. انتظار ما از قوانین فیزیکی این است که در همه جای دنیا صادق باشند. اما آیا هیچ اصل زیست شناختی وجود دارد که به این صورت اعتبار جهانی داشته باشد؟ وقتی فضانوردان به سیارات دور سفر می کنند و به جستجوی علائم حیات می روند، می توانند انتظار یافتن موجودات بسیار غریبی را داشته باشند که تصورش هم برای ما زمینی ها آسان نیست. اما آیا چیزی در مورد حیات نیست که در هر جا و با هر بنیان شیمیایی که یافت شود صادق باشد؟ اگر صورتی از حیات یافت شود که پایه شیمیایی آن به جای کربن بر سیلیکون باشد یا به جای آب بر آمونیاک، اگر موجوداتی کشف شوند که در منهای درجه تا حد مرگ بجوشند، اگر صورتی از حیات یافت شود که اصلاً بنیان شیمیایی نداشته باشند، بلکه بر پایه مدارهای منعکس شونده الکترونی باشند، آیا باز یک اصل کلی وجود دارد که ناظر بر کل حیات باشد؟ روشن است که من پاسخ را نمیدانم، اما اگر مجبور بودم شرط ببندم، آن وقت روی یک اصل بنیادی سرمایه گذاری می‌کردم و آن این قانون بود که تفاوت میزان بقای موجودات همتاساز کل حیات را پدید می‌آورد. ژن یا مولکول DNA موجود همتاسازی است که به طور اتفاقی در سیاره ما فراگیر شده است. ممکن است انواع دیگر آن هم وجود داشته باشد. اگر چنین باشد، آن وقت آنها اگر بعضی شرایط ویژه دیگر هم فراهم باشد، بی تردید می توانند پایه یک فرایند تکاملی شوند. ژن خودخواه، نویسنده ریچارد داکینز، راوی شاتیلی، ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com